سلام، میخوام دستگاه پیوت مدل PS100 رو روی پراید نصبش کنم. دستگاه پیوت مدل PS100 به وسیله این کابل به خودروی شما متصل میشه. سوکت کوچیکتر میخوره به ته دستگاه و سوکت بزرگتر میخوره به پورت OBD خودرو. خب اپلیکیشن پیوت رو از قبل نصب کردیم و بازش میکنیم. 4 تا منوی اصلی داره اپلیکیشن پیوت: دیاگ، سرویس دوره‌ای، مانیتورینگ و یادآور. توی منوی دیاگ قسمت‌های مختلف خودرو رو نشون میده. اگر ارور اینجا اتفاق افتاده باشه توی قسمت موتور، گیربکس، ترمز، ایمنی، هر جایی که ماشین شما سنسور داشته باشه، توجه کنید که هر چقدر ماشینتون به‌روزتر باشه تعداد سنسوراش بیشتره، پس پایش دقیق‌تری ازش توسط دستگاه پیوت صورت میگیره. اینجا ارورا رو بهتون نشون میده، اینجا پارامترها رو بهتون نشون میده. بازم بهتون میگم هر چقدر سنسورها بیشتر باشه پارامترهای بیشتری رو در اختیارتون میذاره. سرویس‌های دوره‌ای، اینجا لوازم مصرفی خودرو مثل روغن و فیلترها رو، تاریخ دقیق تعویض قبلیتون رو اگر وارد کنید اینجا بر حسب کیلومتر مصرفی، شرایط رانندگی، آب و هوای اون منطقه‌ای که توش رانندگی کردید، سبک رانندگیتون و مدت زمان روشن بودن موتور میاد تاریخ سرویس دوره‌ای رو خودش محاسبه میکنه و اینجا بهتون یادآوری میکنه توسط نوتیفیکیشن صوتی. قسمت مانیتورینگ GPS، منوی مانیتورینگ چند تا سربرگ اصلی داره: سربرگ دزدگیر، سربرگ اطلاعات توقف، سربرگ اطلاعات سرعت که حالا توی بازهای زمانی مختلف شما اینو تاییدش کنید بهتون سرعت لحظه‌ای رو توی مسیرهای رفت آمدتون میگه. سربرگ مسیرهای طی شده، اینم بازه زمانی داره و با تایید مسیرها رو به ترتیب اولویت براتون به نمایش در میاره. منوی یادآور یا همون جی مایندر، همونطوری که توی ویدیوهای قبلی براتون توضیح دادم، قسمت یادآور یا جی مایندر به این صورت کار میکنه که شما یه نقطه رو توی نقشه پین میکنید، چند تا فیلد خالی بهتون میده، یه بازه تاریخی داره، عنوان داره و چک لیست داره. اینا رو پر میکنید توی چک لیست، کارهایی که میخواید توی اون محدوده بهتون یادآوریشه رو وارد میکنید و تایید میکنید. حالا اینجا منوها خالی البته. و وقتی که وارد اون محدوده جغرافیایی میشید که توی نقشه تعیین کردید، اپلیکیشن به وسیله نوتیفیکیشن صوتی به شما اطلاع میده که اینجا یادآور گذاشتید. و جذاب‌ترین قسمت اپلیکیشن یعنی پیوربات. پیوربات زبان ماشین شماست. ماشین شما از طریق پیوربات به واسطه گجت پیوت با شما صحبت میکنه. مثلا اگر ماشین جوش بیاره و شما متوجه نشید، اینجا واسهتون نوتیفیکیشن میاد که ماشین جوش آورده، بهتره بزنی کنار رو بهش استراحت بدی. یا حتی مثلا بهتون میگه که بهتره کولر رو روشن کنی و با کولر روشن ادامه بدی، چون که کولر دور تند فن رو میکشه و باعث میشه که دمای آب داخل رادیاتور بیاد پایین. یه همچین قابلیتی داره پیوربات، یعنی اینکه اطلاعات رو میگیره، روش فکر میکنه و نتیجه رو به شما میگه، صرفاً اطلاعات خام رو به شما نمیده. مغز متفکر خودرو شما و گجت اپلیکیشن پیوده قسمت پیوربات. فرقی نمیکنه که چه کلاس خودرویی سوار میشید، در هر حالتی گجت اپلیکیشن پیوت به شما در جهت نگهداری هرچه بهتر و کاهش هزینه‌های خودروتون کمک میکنه.